وقتی که ما ایرانی‌ها آمدیم تو مارکت لباس، تقریبا بیشتر کمپانی‌های قدیمی آمریکایی از بیزنس رفتن بیرون. چه حسیه که شوهر آدم با آدم توی کمپانی کار بکنه، بعدش هم با پسراش آدم چه حسی داره؟ یعنی اگه در شهر تهران یه ساختمونی بزنن که بشه مثلا پایتخت یا مرکز فشن تهران و خیلی با کلاس باشه و همه چیز خوب باشه و مدرن باشه، شما حاضرین برگردین؟ من خودم مثلا یه سری دوستایی دارم که میگن خیلی طراحی رو دوست دارن و دوست دارن که خیلی سریع 3 ماهه یا 6 ماهه یهو برای خودشون لیبل درست کنن و متوجه شاید تجربهشو ندارن، نمیشن که بیزنس یه طرف قضیه است و طراحی یه طرف دیگه است. نظر شما راجع به این مسئله چیه؟